ساخت عمومی محرک درونسوز. جزء اساسی محرک این سیلندر می باشد. برای عیانیت ما آن را به نمود بورش نشان می دهیم. در بالای سیلندر سرک آن گذاشته می شود. سرک سیلندر با نمود بورش نشان داده می شود. در سرک سیلندر سوراخی موجود است که به آن شمع برقی گذاشته می شود. این چنین دو ناوه دارد که از آنها آمیخته سوزشواری داده می شود و گازهای سوخته شده خارج کرده می شوند. این ناوه ها را کلفن های داخل کننده و خارج کننده محکم می کنند. دیگر جزء مهم این پارشن و حلقه های آن می باشد. شاتون سرک بالایی جدا نشونده و سرک پایانی جدا شونده دارد. شاتون با پارشن با واسطه انگشتک پارشن پیوست کرده می شود. نورد زانودار محرک دو گردنک تکیه‌گاهی دارد. آن را گردنک های اساسی می نامند. نسبت این گردنک ها نورد زانودار دور می زند. گردنه شاتونی در آن شاتون با پارشن وصل کرده می شود. به سرک پایانی شاتون سرپوش آن را گذاشته با بالت‌ها آنها را مستحکم می کنند. همه این جزها را در یک اگریگات جمع آوری می کنیم. نشان دهنده های اساسی محرک: نقطه جایگیرشوی پارشن را در سیلندر نقطه بالایی آرامی می نامند. نقطه جایگیرشوی پایانی پارشن را در سیلندر نقطه پایانی آرامی می نامند. مسافه بین نقطه های بالایی آرامی و بین نقطه پایانی آرامی را گردش پارشن می نامند. حجمی که بین دیواره سفارش سیلندر و پارشن در حالت جایگیرشوی پارشن در نقطه بالایی آرامی حاصل می شود حجم کامره سوزش می نامند. حجم اساسی این حجم بین نقطه بالایی آرامی و نقطه پایانی آرامی می باشد که آن را حجم کاری سیلندر می نامند. حجم کاری سیلندر نشان دهنده اساسی می باشد که از آن توانایی محرک این وابسته می باشد. همین طریق همان مقدار که حجم کاری کلان باشد توانایی محرک نیز کلان می باشد. ما ساخت عمومی محرک یک سیلندره را دیدیم، لیکن در اصل در اتومبیل ها محرک های بسیار سیلندره گذاشته می شوند، از 2 تا 8 سیلندر و از آن هم زیاد. پرینسیپ کاری محرک ها را در درس آینده دیده می برایم. در موضوع پرینسیپ کاری محرک اکنون باز یک بار دیگر آید به حجم کاری محرک یادآور می شویم. سوم حجم کاری سیلندرهای محرک را لیتراژ یا حجم کاری محرک می نامند. حجم کاری محرک با لیتر چین کرده می شود. برای مثال حجم کاری محرک اتومبیل سبک‌رو وابسته به حجم کاری محرک تصنیف می شود. گروه کلاسی به حد خورد تا 1.1 لیتر، گروه کلاسی خورد از 1.1 لیتر تا 1.8 لیتر، گروه کلاسی میانه از 1.8 لیتر تا 3.5 لیتر، گروه کلاسی کلان زیاده از 3.5 لیتر. با این اتومبیل ها محرک های تواناییشان بلند تعلق دارند.